سلام، من تریاک هستم. تخصص اصلی من ایجاد آرامش عمیق، بیخیالی محض نسبت به مشکلات دنیا و دادن حس کاذب پختگی و فیلسوف بودن. سوابق اجرایی: تضمین یبوست مزمن، خراب کردن چهره و اندام، خماری های وحشتناک. هنوزم میخوای قراردادم رو امضا کنی؟ هی چطوری؟ من گلم. اینم رزومه منه. البته اگه یادم مونده باشه چی توش نوشتم. مهارت‌های من: خنده های بیدلیل، خوشمزه تر کردن غذاها، ریلکس کردن عضلات و فراری دادن موقت استرس. سوابق کاری: اختلال در حافظه کوتاه مدت، کاهش انگیزه و اهداف و تشدید اضطراب. میخوای استخدامم کنی؟ یا شایدم نه. هر جور راحتی. سلام، من شیشم، وقت ندارم، سریع رزومه رو ببین. تخصص فوق‌العاده من: انرژی بیپایان، بیدار نگه داشتن شما برای چند شبانه روز، تمرکز لیزری روی کارهای بیهوده. سوابق: ایجاد توهم خیانت، تخریب دندانها و پوست، آسیب مغزی و سقوط به افسردگی. جرأت داری استخدامم کنی؟